پپ گواردیولا بهترین مربی تاریخه یا کثیف‌ترینش؟ مسئله اینجاست. ویدیو رو لایک کن تا بهت بگم. داستانی که اشکتو در میاره. پپ گواردیولا و یحیی توره. سال 2007 و 2008 یحیی توره یکی از بهترین بازیکن‌های بارسلونا بود. اما وقتی پپ تو 2009 سرمربی شد، کابوسای یحیی تازه شروع شدش. یه سال کامل بدون حتی یک کلمه حرف زدن. پپ یه جوون به نام بوسکس رو جایگزین یحیی کرد و یه فصل کامل حتی یه بار هم باهاش صحبت نکرد. یحیی اینجا بود که فهمید باید بره و اینجا جاش نیستش. یحیی به منچستر سیتی رفت و بعد 49 سال این تیمو به قهرمانی لیگ برتر رسوند. توی چند سال تبدیل شده بود به یکی از بهترین هافبک‌های لیگ جزیره. اما از شانس گند این بشر تو سال 2016 پپ هم به سیتی اومد و دوباره قصه تلخ قبلی شروع شد. یحیی پیشنهادهای زیادی داشتش و میخواست از سیتی بره، ولی پپ التماس میکرد و میگفت ناموسن نرو. اما برای یه فصل کامل بازم حرکت قبلش رو زد و نیمکت نشینش کرد و بعدش هم بیرونش انداخت. یحیی میگفت تو اون سالا کم کم به این فکر افتادم که چرا این انقدر من متنفره، نکنه به خاطر رنگ پوستم.